عزیزم بچه ها رفتن تو تختشون؟ چارلی و مری آره. والتر تو اتاق مطالعه است. چی؟ اتاق مطالعه؟ آخه اتاق من چرا؟ بهش گفتم قراره یه داستان عالی براش بگی. چی؟ کاترین آخه چی فکر میکردی؟ خیلی هیجان داره. چی هیجان داره؟ من اصلا نمیدونستم چی من اصلا چه داستانی یکم از چیزایی که نوشتی رو دیدم موقعی که داشتم دست نوشته ها رو تو تئاتر جمع میکردم. برای بچه ها نوشتیش دیگه نه؟ آره. خب والتر دیوونه شاه آرتوره درسته؟ پس چطوری در مورد پادشاه راستین پادشاهان براش بگی؟ عاشقش میشه. چرا؟ اونطور که یادمه یه مقدار اون تو راجب بخشش و درک هم نوشته شده بود. اما چطور باید؟ خودت میدونی چی کار کنی چارلز. برو جادوتو بکن. خیلی خوب جادوی من والتر من میشه بدون گربه این کار انجام بدین؟ بسیار خوب ولی اگه گربه حتی فقط جادوت. والتر یه چیزی برات دارم. اکسکالیبور شمشیر جادویی. میخوام یه داستان برات بگم پسرم. اگر راجب پادشاه نیست علاقه ای ندارم. خب پس قراره خیلی لذت ببری. درست میگم چارلز؟ درسته آره. از اتفاق این داستانم راجع به یه پادشاهه. شاهان. تو داستاناش جادوگر و اژدها هم داره. بهترش فرشته داره با پادشاهان خبیث و رقبای حسود و کلی معجزه. بعضیا میگن که بهترین داستانی که تا حالا تعریف کردن. اصلا داستان پادشاه آرتور تو هم بر اساس همین داستانه. اما خب اگه نمیخوای بشنوی من درکت میکنم. خب شاید فقط تیکه اولش. خوبه. بسیار خوب. حالا داستانمون. برو کنار از اینجا.